دوره بچگی ما واقعا دوران خاکستری بود. از یه طرف دوران جنگ ایران و عراق، از طرف دیگه وضعیت بد خانواده ها از نظر اقتصادی و واقعا ما به عنوان بچه تفریحات ملموسی که از طرف دولت براش برنامه ریزی شده باشه نداشتیم. تلویزیون ایران که اون موقع یکی دو کانال بیشتر نداشت، گاهی اوقات اگه از دستشون در میرفت یه کارتون یا فیلم یا سریالی پخش میکرد که همون میشد بهانه سرخوشیمون. تو این بین مستند راه ابریشم، کارتون مارکوپولو، افسانه سه برادر و بعدتر سریال جنگجویان کوهستان برنامه هایی بودن که من باهاشون خیلی حال میکردم و بعدها فهمیدم همشون یه ربطی به چین و راه ابریشم داشتن. برای درک راه ابریشم علاوه بر ایران باید با اروپا و چین هم آشنا بشیم، ولی کلاً برنامه‌های قبلی که در مورد چین ساختیم خیلی اقبالی نداشتن. این بار از یه مجرای دیگه وارد شدیم، ببینیم مقبول میفته یا نه. سلام و درود دوستان، من پویان هستم، راوی داستان‌های راه‌های ابریشم و تو این ویدیوها از تأثیر متقابل ایران بر شرق و غرب عالم و رخدادهای معکوسش در این شبکه راه‌ها میگم. تو ویدیوی امروز از تاریخ و اساطیر چین میگم، ولی از یه دریچه‌ای که شاید برای ما تو ایران آشناتره. فکر کردم شاید خاطرات تلویزیونی دوره کودکی ما، یعنی بچه‌های دهه 50 و 60، پاگرد خوبی باشه برای داستان. البته اولش نگران بودم که شاید این خاطرات ربطی به جوانترها نداشته باشه، ولی خوشبختانه از اونجا که تلویزیون ایران هر برنامه‌ای رو برای همه دهه‌ها چندین بار پخش کرده، فرض رو بر این میذارم که خاطرات کودکی من خاطرات کودکی شما هم هستش. بگذاریم. من که کلاس دوم سوم دبستان بودم، تلویزیون ایران یه سریال مستندی رو پخش میکرد که در مورد راه ابریشم بود. وقتی صدای موسیقی تیتراژ برنامه که کار کیتارو آهنگساز ژاپنی بود می اومد و بعد روایت راه ابریشم پرویز بهرام دوبلور خوش صدای اون موقع شروع میشد، واقعا منو میخکوب میکرد و روح هم دیگه همراه تیم مستندساز چینی و ژاپنی بود. حقیقتش اون موقع خیلی حالیم نمیشد که این گروه فیلم بردار و محقق دارن تو کجا سفر میکنن، ولی چند سال پیش که دوباره رفتم و این مستند رو دیدم، متوجه شدم 12 قسمت اول این سریال که تو سال 1359 تو ژاپن برای اولین بار پخش شد و چند سال بعدش تو ایران، همش در خاک چین فیلم برداری شده بود. اصلا شروع این پروژه داستان جالبی هم داشت. در واقع چین کمونیست به رهبری مائو سالها بود که رابطش رو با دنیا و به ویژه غرب قطع کرده بود. بعد از مائو چین میخواست با دنیا وارد تعامل بشه و ژاپن دشمن دیرینش رو برای شروع انتخاب کرد. تو بازدیدایی که حاکمان دو کشور از هم داشتن، بالاخره این ایده از طرف مدیر تلویزیون NHK ژاپن مطرح شد که رو پروژه مشترک هویت‌ساز راه ابریشم سرمایه گذاری کنند و نهایتاً بعد از چند سال تیم مستندساز شامل برنامه‌سازان مطرح تلویزیون چین و ژاپن و تعدادی باستانشناس و تاریخدان و از همه مهمتر چندین رمان نویس ژاپنی همراه شدند و این پروژه مستند رو درست کردند. چون زمان فیلمبرداری مقارن شده بود با دوره سرد روابط چین و شوروی و همینطور اشغال افغانستان توسط شوروی و البته انقلاب ایران و کودتای عراق، عملاً همه 12 قسمت سریال تو خاک چین فیلمبرداری شد و گروه فیلمبرداری به آسیای میانه و ایران و غرب نرسیدن. تو این سفر به جاهایی سر زدن که هیچ خارجی تو 50 سال گذشتهش حق سفر به اونجا رو نداشت و تا مرز پامیر تو خاک چین ادامه دادن
این محدودیت سفر تو کشورهای دیگه فرصتی شد که چارچوب برنامه هم تغییر کنه و به جای تعقیب مسیر سفر احتمالی مارکوپولو، مسیر شوانزانگ راهب بودایی قرن 7 میلادی معیار قرار گرفت. تو پادکست چاپارکست فصل 3 به صورت مشروع تو 4 قسمت گفتیم که چطور شوانزانگ راهب بودایی چینی در زمان سلسله تانگ برای پیدا کردن متون اصلی بودا و همینطور شمایل درست بودا به غرب و در نهایت هندوستان سفر کرد و برگشت. گفتیم که از این سفر سفرنامه‌ای باقی مونده و بعدها در قرن 16 بعد از برکنار شدن دولت مغولی یوان که از بقایای چنگیز بودن، با روی کار اومدن دولت چینی مینگ مثل دوران تیموری و صفوی خودمون تو ایران، فرهنگ و اساطیر چینی هویت بخش دوباره رونق گرفت و این سفر شوانزانگ دستمایه نوشتن رمانی به نام سفر به غرب تو سال 1592 میلادی شد. تو این رمان سفر به غرب اولش شخصیت اسطوره‌ای به نام میمونشاه توسط نویسنده پرورده میشه که برای فرار کردن از دست خدای سرزمین مردگان یانما که چینی شده همون جمشید خودمونه تصمیم میگیره جاودانه بشه، ولی به سبب گناهان بسیار توسط بودا و لاوتسه زندانی میشه و در نهایت با کمک به شوانزانگ برای دستیابی به هدف سفر مقدسش میتونه از بند رها بشه و به ارتقاء دین بودا و تائوئیسم در چین کمک کنه. پس زمینه این قصه باز منو یاد دوره صفوی خودمون میندازه که بعد از دوره ویرانی مغول یه حکومتی میاد سر کار که میخواد از همه عناصر فرهنگ ملی استفاده کنه تا هویت ملی رو تقویت کنه. تو این راستا نه تنها شاهنامه‌های متعدد و داستان‌های حماسی و عاشقانه ایرانی تو دربار صفوی بازنویسی میشن، بلکه از همه مهمتر مذهب شیعه که تلفیق آرای ایرانیان قبل از اسلام با اسلام سنی بود میشه دین رسمی. تو چین هم در دوران مینگ بعد از یه دوره اشغال توسط مغول‌ها، نویسنده‌های متعدد داستان‌های فولکلور رو از خاطرات مردم در میارن و آثار متعددی رو خلق میکنن که همشون یه جورایی دارن فرهنگ باستانی چین رو برجسته میکنن و حتی رسمیت میدن به آیین‌های مذهبی و فلسفی چین قدیم مثل تائوئیسم و آیین کنفوسیوس و حتی دین بودا که با اینکه دین وارداتی از طریق راه ابریشم بود، ولی عملاً در طول 2000 سال گذشته با تائوئیسم ترکیب شد. خب بیایید با همین فرمون که شروع کردیم بریم جلو، ببینیم تو برنامه‌های پخش شده تلویزیون ایران دیگه چی از چین نشون دادن که بشه بهتر این تمدن رو شناخت. یکی دیگه از برنامه‌هایی که تو دهه 60 عاشقش بودم تئاتر عروسکی افسانه 3 برادر بود که باز ژاپنی‌ها ساخته بودنش. بعدها البته یه سریال تلویزیونی هم توسط چینی‌ها ساخته شد که تو تلویزیون ایران پخش شد، ولی شخصاً اون تئاتر عروسکی برام خاطره انگیزتره. زمان قصه مربوط میشه به اواخر دوران سلسله هان تو چین، یعنی سال 184 میلادی. دولت هان تقریباً معاصر با شاهنشاهی اشکانیه. تو سال 184 میلادی قیامی تو چین شروع میشه که به قیام دستار زردها معروفه و مردم به رهبری ژانگ جیائو بر علیه حکومت هان شورش میکنن. این ژانگ جیائو تو قالب یه حکیم شفابخش تائوئیستی در بین مردم حرکت میکرد و اونا رو به شورش فرا میخوند. همزمان دولت هان هم داره ضعیف میشه و فغفور یا امپراتور هان بازیچه‌ای میشه تو دست خواجه‌های درباری که همه افراد بالیاقت رو از گردونه قدرت خارج کرده بودند. به مرور قیام دستارزردها توسط ژنرال هوجین که برادرزن فغفور هم بود کنترل میشه. یه پرانتز باز کنم،
لقب حاکم بزرگ دولت چین در هر زمان فخفور بوده، نه امپراتور. و امپراتور لقبی بود که به حاکم دولت روم در اروپا میدادند، مثل ایران که بهش شاهنشاه میگفتند. پرانتز بسته. برگردیم به داستان. خواجه های درباری که نگران بودن هوجین جاشون رو بگیره، اونو به قصر دعوت میکنن و توی توطئه هم هوجین به قتل میرسه و هم فخفور. از طرف مقابل محافظان هوجین با رهبری یوان شائو که یک مقام عالی رتبه بود به قصر حمله میکنن و کلی کشتار میشه و تو این بین فخفور خردسال شائو و برادر کوچکترش چین لیو هم ناپدید میشن، یعنی دزدیده میشن. چند وقت بعد تو جایی از کشور یه سپهسالار به نام دونگ ژو اعلام کرد که 2 شاهزاده دست اونن و به این ترتیب عملاً حکومت افتاد دست دونگ ژو و فخفور عروسک خیمه شب بازی دونگ ژو شد. حتی فخفور شائو رو برکنار کرد و برادر کوچکترش یعنی چین لیو رو با عنوان فخفور شیان به تخت نشوند. بعد یوان شائو به همراه یه عده از جنگ سالاران متحد شدند و در مقابل دونگ ژو وایسادند. دونگ ژو که نتونست مقاومت کنه فخفور رو برداشت و لویان که اون موقع پایتخت بود رو غارت کرد و به چانگ ان رفت و اونجا یه دربار درست کرد. در نهایت یه افسری میتونه دونگ ژو رو با دسیسه بکشه. از اینجا به بعد جنگ مغلوبه میشه و حاکمای محلی در شمال و جنوب و شرق و غرب به جون همدیگه میافتن و هر کی تلاش میکنه یه حکومتی درست کنه. از چند سال پیش تو دربار یه آدم بی‌بن و بته‌ای به نام سائو سائو داشت رشد میکرد و مترصد موقعیتی بود که بتونه قدرتش رو زیاد کنه. از طرف دیگه لیو بی یه آدم فقیر که به لحاظ خانوادگی با خاندان سلطنتی نسبتی هم داشت با 2 از برادرخونده هاش یعنی گوان یو و شانگ فی که دو باغ هلو پیمان برادری بسته بودن قوای مردمی رو هدایت میکردن و سعی میکنن نظم رو به اوضاع برگردونن. قبلا گفتم که دونگ ژو آخرین فخفور هان یعنی فخفور شیان رو برده بود به شهر چانگ ان. بعد از قتل دونگ ژو فخفور خردسال فرار میکنه و برمیگرده به لویانگ، پایتخت قبلیش که بود. ولی سائو سائو از موقعیت استفاده میکنه و خودش رو به لویانگ میرسونه و تحت لوای حمایت از فخفور عملاً همه کاره و صدر اعظم میشه و فخفور این بار گروگان سائو سائو میشه. کم کم قدرت سائو سائو تو شمال چین زیاد میشه تا در نهایت حتی اسم دولت رو هم عوض میکنه و دولت وی زاده میشه. در جنوب غربی کم کم لیو بی همراه شانگ فی و گوانگ یو تونستن حکومت شو رو پایه‌گذاری کنن که چون لیو بی خودش رو از اعقاب هان میدونست عملاً دولت شو یه جورایی ادامه هان تلقی میشد و هدفشون این بود که بتونن دوباره چین رو متحد کنن. در جنوب شرقی چین هم یه دولت دیگه به قدرت میرسه که بهش دولت وو میگفتن و به این ترتیب تقریبا از سال 221 میلادی دولت هان دیگه از بین میره و دوران سه‌پادشاهی شروع میشه. این دوران سه‌پادشاهی آغازیه بر یه دوران افول 400 ساله که چین تو این 400 سال تقریبا تو بیشتر اوقات تیکه تیکه بوده. در نهایت از اواخر قرن 6 با روی کار اومدن دولت سویی یه بار دیگه چین رنگ اتحاد رو میبینه، ولی به دلیل فشار مالیات ها و خراج هایی که به مردم وارد میشه دولت سویی تو سال 618 میلادی جاش رو به دولت تانگ میده که میتونه یه دوره ثبات رو به وجود بیاره. دولت تانگ همون دولتیه که تو قصه شوانزانگ شروعش رو مرور کردیم. داستان سه‌پادشاهی هم باز در اوایل سلسله مینگ نوشته شده و باز هدفش نشون دادن اهمیت اتحاد چین و هویت چینیه، چیزی که در دوران مینگ بعد از سلسله مغولی یوان
بهش بها میدادن. حالا بریم سراغ یه سریال دیگه تو تلویزیون ایران که البته بر اساس یه رمان کلاسیک مهم ساخته شد، جنگجویان کوهستان. این سریال هم که تو ایران بیشتر با نام لیان شامپو معروف شد و قهرمان داستانش لینچان بود، در واقع یه سریال ژاپنی بود بر اساس رمان در حاشیه آب، نوشته شده در اوایل دوران مینگ. داستان 108 نفر جنگجوه که در لیان شامپو جمع میشن تا در برابر ظلم کاوچیو مقاومت کنند. لیان شامپو در ظاهر جایگاه دزدان و راهزناست، ولی در واقعیت مجمع آزادیخواهانیه که میخوان مردم رو از بند ظلم رهایی بدن. داستان اینطوری شروع میشه که طاعون تو چین همیگیر شده بود و امپراتور هایزونگ از سلسله سونگ به سرپرست گارد سلطنتی کاوچیو خبیث دستور میده که راهی پیدا بکنه. کاوچیو به معبدی قدیمی در کوه مقدس میره، معبدی که توسط امپراتور گذشته پلمب شده بوده. تو اونجا دریچه سردابی رو بر میداره و به این ترتیب روح 108 جنگجوی باستانی آزاد میشن و در سر تا سر چین بین 108 جنگجوی فعلی تناسخ پیدا میکنن. از اینجا به بعد داستان به این سمت میره که این 108 نفر چطور همدیگر رو پیدا میکنن و چطور لینچان سرپرستی اونا رو بر عهده میگیره و اینطوری با ظلم کاوچیو مبارزه میکنن. قبل از اینکه ادامه بدم یه نکته ای رو بگم. این که گفتم کاوچیو به یه معبد پلم شده قدیمی رفته بود، یادم انداخت که در زمان سونگ یه دوره‌ای بعضی از معابد مربوط به ارواح گذشتگان پلم شدن، از جمله معبد داجی که داجی یه زنی بود که در زمانهای بسیار قدیم روح یه شیطان روباه رفته بود تو جلدش، روبایی که 1000 سال تمرین کرده بود که به انسان تبدیل بشه و در نهایت این اتفاق براش افتاد. تو آخر این قسمت بیشتر از این داجی خانوم صحبت میکنیم. برگردیم به لینچان و 108 نفر لیان شامپو. لینچان در ابتدا افسر گارد سلطنتی بود، ولی با دروغ و تزویر براش پاپوش میچینن، خلعش میکنن و میفرستنش زندون. ولی در نهایت لینچان متوجه میشه که گناهی نداشته، بلکه این کاوچیو بوده که براش پاپوش دوخته. به همین دلیل یاغی میشه و به لیان شامپو میره و سرپرستی یاغیان اونجا رو بر عهده میگیره. کاوچیو ظاهراً آدم بی اصل و نسبی بوده که چون در بازی کوجو، یعنی همون مادر فوتبال الان، خیلی مهارت داشته، توسط امپراتور هایزونگ 1100 تا 1126 میلادی به کار گرفته میشه و تونست به مقام ارشد گارد سلطنتی دست پیدا کنه. عملاً هم وقتی امپراتور هایزونگ سلطنتش رو از دست داد، اونم از بین رفت. اما امپراتور هایزونگ در زمانه مهمی زندگی میکرد. وقتی بود که جورچنها یا همون مغول‌های مانچو در شمال شرقی چین داشتن قدرت پیدا میکردن. در شمال چین بجز این جورچنها دولت لیائو یا ختایی‌ها و همینطور دولت شیای غربی که گروهی از مغول‌های تونگوت بودن حضور داشتند. فخفور هایزونگ به جورچنها کمک کرد تا لیائوها رو شکست بدن و از منطقه بدر کنند. این جورچنها سرزمین لیائوها رو گرفتند و سلسله جین رو تأسیس کردند. لیائوها به آسیای مرکزی کوچیدند و دولت عشایری قرختایی رو تأسیس کردند، همون دولتی که حائل مغول‌ها با سرزمین خوارزمشاهیان بود و 100 سال بعد سلطان محمد خوارزمشاه با بی‌تدبیری اونا رو از سر راه برداشت و با مغول‌ها هم‌مرز شد و در نهایت به تیر چنگیز گرفتار اومد. بگذاریم. امپراتور هایزونگ اول به جورچنها کمک کرد تا لیائوها یا ختایی‌ها رو از بین ببرن و جورچنها هم سلسله جین رو برپا کردند
ولی 1 سال هم از این اتحاد نگذشته بود که سلسله جین تازه تأسیس به دولت سونگ حمله کرد و قسمت شمال چین رو تصاحب کرد. حتی خود امپراتور هایزونگ و پسرش رو هم به اسارت بردن. این دولت‌های جین و سونگ جنوبی 100 سالی کنار هم دوام میارن تا در نهایت با حمله مغول‌ها از بین میرن. حالا بیایید برگردیم به فیلم جنگجویان کوهستان. به نظرم پر واضحه که نویسنده داستان دل خوشی از امپراتور هایزونگ نداشته، چون کشور رو 2 دستی تقدیم جورچنهای خارجی کرده بودش و روحیه 108 جنگجو رو هم ستایش میکنه و میخواد این روحیه رو دوباره تقویت کنه. این در حالیه که نویسنده رمان در واقع در زمان پایان دولت یوان و شروع دولت مینگ زندگی میکنه و میخواد روحیه استقلال طلبی و ملیگرایی دوباره شکل بگیره و یه دولت چینی جایگزین دولت خارجی مغول یعنی یوان بشه. حالا میخوام یه آس رو بکنم. یه فیلمی که به تازگی در سال 2023 ساخته شده و کار خود چینی هست. فیلمی که تو اینترنت دوبله فارسیش هم وجود داره. اسم فیلم خلقت خدایانه. فیلمی که میلیون‌ها دلار براش هزینه شده و الحق کار رو خوب در آورده. باز فیلم بر اساس یه رمان ساخته شده که تو زمان سلسله مینگ نوشتنش. اسم این رمان خلعت دهی به خدایانه یا به چینی فنگ شن یان یی. داستان مربوط به سال 1049 پیش از میلاده، زمانی که سلسله شانگ قرار از بین بره و جاشو به سلسله ژو بده. البته این سلسله ها برخلاف سلسله های داستان فیلم های قبلی اسطوره‌ایه و نباید تو تاریخ واقعی دنبالشون بگردیم. برای اینکه داستان فیلم رو بگم باید اول براتون یه خود از اسطوره شناسی آفرینش در چین باستان تعریف کنم. در زمانهای قدیم یه تخم مرغی بود که بهش میگفتن تخم مرغ هرج و مرج. هیچ چیز تو دنیا وجود نداشت بجز این تخم مرغ. داخل این تخم مرغ یه غولی بود به نام پانگو که 18,000 سال در این تخم مرغ به سختی به صورت مچاله شده زندگی کردش. بالاخره یه روز پانگو همه زورش رو جمع میکنه و سعی میکنه وایسه و به این ترتیب تخم مرغ میشکنه و هر چیز سبک میره بالا و هر چیز سنگین میاد پایین. به این ترتیب آسمون و زمین شکل میگیره. قد پانگو 45,000 کیلومتر بود. به زحمت آسمون رو بالای سرش نگه میداره و هزاران سال همینطور میمونه. تو این مدت آسمون عادت میکنه بالا باشه و زمین پایین و به این ترتیب نظم به وجود میاد. بعد از 18,000 سال پانگو میمیره و از چشم چپش ماه و از چشم راستش خورشید، از خونش رودخونه و دریا و دریاچه و از مو و ریشش همه گیاهان و جنگلا و از نفسش باد و از شادیاش روز آفتابی و از غمش روز ابری پدید میاد. حتی یه روایت هست که آدما از شپش تن پانگو درست شدن. یه نکته جالب اینه که 5 تا کوه مقدس کشور چین به باور چینیا اجزای بدن پانگو هستند. طبق اسطوره از سر و بدنش 5 تا کوه در 5 جهت ساخته میشن. به ترتیب سر در شرق، پا در غرب، دست راست در جنوب، دست چپ در شمال و شکمش میشه مرکز. اگه اسم معبد شاولین رو شنیده باشید، در کنار کوهیه که شکم اون مرحوم بوده. یا معبد معلق چین در پای کوهیه که دست راست پانگو قرار داشته. بعد از مرگ پانگو الهه زمین هواشی به دنیا میاد که یه روز وقتی جا پای خدای رعد و برق میذاره یه دفعه آبستن میشه و یه دوقلو به دنیا میاره. یه پسر به اسم فوشی و یه دختر به اسم نوا. فوشی و نوا ایزدهایی بودن که کله آدم داشتن و بدن مار. یه روایت قرن 16 میگه نوا
یه روز کنار رودخونه زرد داشت گلبازی میکرد. از گلای زرد کنار رودخونه مجسمه های آدم درست میکرد و بهشون میدمید و به این ترتیب ثروتمندان جامعه درست شدن. بعد از اینکه کلی آدم درست کرد یه دفعه خسته شد و تنابش رو زد تو گل و از پخش شدن ذرات گل یه تعداد دیگه ای از آدما درست شدن که اینا فقرای جامعه بودن. به هر حال از اینجا شد که نوح دلبسته آدما شد و بعد تبدیل شد به خدای ازدواج. سالها به این منوال گذشت تا در نهایت زمان مرگ نوح فرا رسید. خانم نوح برای اینکه از آینده بشر نگران بود یه توماری درست کرد که قوانین خلق خدایان رو توش نوشته بود و میخواست به این ترتیب اگر در آینده مشکلی برای بشر پیش می اومد بشه به شکلی این آیین‌نامه خلق خدایان رو به آدمای مستحق برسونن تا نسل بشر نجات پیدا کنه. این تومار اسمش بود فنگ شن بنگ و طبق فرمان نوح قرار میشه در بهشت کوه کنلون نگهداری بشه. حالا برگردیم به داستان فیلم خلقت خدایان. این فیلم که یه سریال 3 قسمتیه الان فعلا بخش 1 ساخته شده. داستان اینطوریه که امپراتور دولت شانگ کسی هست به نام فغفور یی. در این زمان پسر دوم امپراتور کسیه به نام یین شو که رئیس گارد سلطنتیه. این گارد سلطنتی تشکیل شده از پسران 4 شاه اصلی سرزمین‌های شرقی، شمالی، جنوبی و غربی که به گروگان به سرزمین مرکزی یا دربار شانگ آورده شدند. البته پسر 800 فرمانروای محلی هم جزو این گروگان ها هستند و پسر خود یینشو به نام یینجیاو هم تو این هنگ سلطنتی خدمت میکنه به عنوان سرباز. یکی از اون سرزمین هایی که شاهش پسرش رو به عنوان گروگان به شانگ فرستاده سرزمین زیژوه که فرمانرواش یه بابایی بوده به اسم سوهو. سوهو شورش میکنه و گارد سلطنتی به فرماندهی یینشو به مقرشون حمله میکنن. تو یک صحنه دراماتیک پسر سوهو از پدرش میخواد تسلیم بشه ولی چون این اتفاق نمیفته پسر به دستور فرمانده یینشو خودش رو میکشه. شهر سوهو ویران میشه و همه خانواده‌اش کشته میشن. در نهایت دختر سوهو به اسم داجی با اینکه خودکشی کرده بود ولی به کمک طلسم یک روباه شیطانی که تو جلدش رفته بود نجات پیدا میکنه و به دست فرمانده یینشو میفته. همه با پیروزی به پایتخت شانگ برمیگردن و در جشن پیروزی پسر بزرگتر امپراتور یی در مستی امپراتور رو میکشه. بلافاصله جیفا فرزند شاه سرزمین غربی جیچانگ که عضو لشکر گروگان هاست قاتل امپراتور که پسر بزرگ امپراتور یی و برادر فرمانده یینشوه میکشه. به این ترتیب فرمانده یینشو به امپراتوری میرسه ولی در روز تاجگذاری پیشگوی سلطنتی متوجه میشه که خدایان بسیار عصبانی‌اند و دودمان شانگ رو به نابودیه. تنها راه اینه که امپراتور جدید یا یینشو خودش رو زنده زنده بسوزونه و قربانی کنه. امپراتور در نهایت قبول میکنه که خودش رو قربانی کنه. از طرف دیگه تو بهشت کنلون نامیرایان که از آینده بشر نگران بودن به این نتیجه میرسن که باید یه نفر بره و تومار فنگشن بنگ یادگار بانو نوح رو به انسانی برسونه که بتونه با نیروهای جادویی نظر خدایان رو برگردونه و از نو نظم به دنیا برگرده. جیانگزیا یکی از آخرین نامیرایان با اینکه اگر به زمین برمیگشت پیر و میرا میشد این مأموریت رو بر عهده میگیره و با کمک 2 فرشته به نامهای نوژا و ژانگجیان به پایتخت شانگ میاد. جیانگزیا متوجه شد که امپراتور یینشو کاملا روحش رو به زنش یعنی داجی روباه صفت فروخته
و راه برگشتی نداره. اول تلاش کرد تومار فنگشن بنگ رو به یینجیائو ولیعهد جدید بده، ولی باز کار خوب پیش نرفت و در درگیری‌های قدرت یینجیائو به دست پدرش امپراتور جدید کشته شد. تو این بین جیفا پسر شاه سرزمین غربی تونست درایتش رو ثابت کنه و در نتیجه گزینه مناسبی شد برای امپراتوری بعدی. به این ترتیب جیانگزیا به عنوان مشاورش با کمک از تومار فنگشن بنگ و نیروهای جادویی خدایان تونستن کنترل اوضاع رو به دست بگیرن و در نهایت سلسله امپراتوری شیا جاش رو به سلسله ژو داد و جیفا شد اولین امپراتور این سلسله جدید. اگه این چند فیلمی که تو تلویزیون ایران در بعد از انقلاب پخش شدن رو بررسی کنیم به اشتراکات جالبی میرسیم که خوبه بهش توجه کنیم. یکی این که تو بیشتر این برنامه ها پای ژاپن در میونه، یعنی این ژاپنی ها بودن که در اواخر دهه 70 و حتی قبلتر از اون دست به کار ساختن این محصولات فرهنگی مربوط به تاریخ چین بودن. به نظرم خوبه که یه واکاوی کنیم که نقش ژاپنی ها تو این داستان چیه. چند تا دلیل به نظرم میرسه که ژاپنی ها چنین نقشی رو در به نمایش گذاشتن تاریخ چین بر عهده گرفتن. یکی این که همونطور که قبلا گفتم بعد از دوره خفقان اجتماعی مائو در نیمه دهه 70 میلادی کم کم چین میخواست از انزوا در بیاد. انتخاب رهبران جدید چین تو اون موقع برای شروع این گشایش ژاپن بود که ضمن نزدیکی به غرب ولی به هر حال از نظر فرهنگی به چین هم نزدیکتر بودن. دلیل دیگه این که ژاپنی ها داشتن فصل جدیدی رو در روابط خارجیشون شروع میکردن که از یه دولت غارتگر که عملاً خاک چین رو در یک قرن گذشتهش به توبره کشیده بود میخواستن به یه دولت مدرن تبدیل بشن که با تکیه بر منابع خودش و اصول سازنده برای ژاپن و چین خاطرات بد گذشته رو تا حدودی پاک کنن. به ویژه که ژاپن بعد از شکست جنگ جهانی دوم و بمباران اتمی که از سر گذروند دیگه نمیتونست با رویه گذشته ادامه بده. و دلیل سوم هم به نظرم این بود که ژاپن به لحاظ تمدنی در واقع شاخه‌ای از تمدن چین به حساب می اومد و این سرمایه گذاری بر ادبیات و تاریخ و اساطیر چین خیلی دور از هویت ژاپنی نبود. این در حالی بود که دولت کمونیست چین با روی کار اومدن در نیمه قرن 20 عملاً سعی داشت ادیان سنتی چینی رو از گردونه به در کنه و این یعنی نادیده گرفتن تاریخ و اساطیر و ادبیات کهن چین. نکته مهم دیگه هم این بود که چینی ها عملاً به لحاظ فنی از گردونه جهان عقب مونده بودند و اصولاً به نظرم توان به تصویر کشیدن این بخش از فرهنگشون رو با کیفیت بالا نداشتن و ژاپن میتونست این امکان رو برای چین فراهم کنه. از این موارد که بگذریم، این نکته هم جالبه که تقریبا همه این آثاری که با هم بررسی کردیم و البته آثار معروف دیگه‌ای که بعدها فیلم‌های بسیار خوبی خود چینی ها در موردشون ساختن از متونی الگو گرفتن که در زمان سلسله مینگ نوشته شده بود و به کلاسیک های ادبیات چینی معروف شدن. انگار سلسله مینگ مثل همزادهاش تو غرب آسیا یعنی ایران صفوی و ترکیه عثمانی و هند گورکانی میخواست هویت گذشته خودش رو از نو بازسازی کنه. یعنی مینگ میخواست از نو یه چین اصیل درست کنه، چینی که انگار با سلطه مغول‌ها در سلسله یوان از اصالت خودش فاصله گرفته بود. و جالبه که این چین نه تنها باید از منش‌های فرهنگی مغول‌ها فاصله می‌گرفت، بلکه باید از منش‌های فرهنگی ایرانی که تو زمان مغول و قبل از اون به عنوان منش‌های بیگانه وارد فرهنگ چینی شده بود هم فاصله می‌گرفت. این منش‌های ایرانی شامل منش‌های سغدی، ترکی، زرتشتی
مانوی و خیلی موارد دیگه بود. خب به پایان یه ویدیوی دیگه رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً با سابسکرایب کردن و لایک کردن و معرفی ما به دوستاتون به ادامه دار بودن فعالیتمون کمک کنید. تا دیدار بعد، بدرود.